چقدر استاده ماشاءالله نام خدا بص لك فصل این 95 کیلویی اینا آفرین این 95 کیلویی اینا 7 کیلویی اینقدر سال بود که من تجارت میکنم یعنی حیوان میخرم سال گذشته توجه مردم با حیوان و با قربان به این رقم بود این سال به این رقمه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نامم سمیع است از حاجی رحمت الله چی هستم در اینجا منډی تجار هستم و ما میتوانم که 300-400 مال هر عید قربان ما سودا میکنم. مقایسه عید گذشته و این عید میتوانم بکنید توجه مردم با خریدن از عید کدو بود خوبش بود مال بسیار گرفته با عیدم بسیار مردم مال گرفته و گرفته رایستن. یعنی دور امریکایی و این دور میتوانم نه این دوره صحیح است که بسیار مردم قربانی میکنن. واجب ذبح کردن قربان میخواهد جابجا بکنه یعنی بجا بیاین. آیا یعنی مردم میتواند حیوان بخرید؟ حیوان بسیار داره نداره؟ گاو اینجا بسیار است که مردم میتواند که گاو بخره. خوی غریب است مردم افغانستان است غریب است. خانه شما آباد که کمک کرده برای مردم غریب برای کمک ضروریت دارم. میتواند که گاو بخره پس گاو زیاد است مردم افغانستان قربانی میکند. گوسفند و گاو خریده میتونن. یعنی دست شما بسیار حیوان داره؟ داریم تقریبا 50 دانه در منډی است تا 100 دانه. یعنی مردم میخره؟ میخره بالکل میخره. میگن آیا شما فردا یا پس فردا این حیوانایی که دست شما یعنی میتوانی اینا کلا تمام بکنی یعنی بفروشین یا نه؟ ان شاء الله بفروخته میشه. Você